روزی متوکل سپاه خود را بر امام علی النقی حضرت هادی علیه السلام عرضه داشت و دستور داد هر اسب سواری توبره اسب خود را پر از خاک نماید و در محل معینی بریزند. در اثر انباشته شدن آن خاکها پشته و تل بلندی مانند کوه درست شد که آن را تل المخالی یا پشته توبره اسبها نامیدند. متوکل و حضرت هادی بر فراز آن تل بالا رفتند. متوکل گفت: می‌دانید از چه رو شما را خواستم؟ برای اینکه سپاه مرا مشاهده نمایید. تمام لشکریان او لباسهای مخصوصی پوشیده، غرق در سلاح، با بهترین زینتها و تمام آرایش سان می‌دادند. این عمل را برای ترسانیدن کسانی که اراده مخالف با او را داشتند کرده بود و متوکل از امام هادی می‌ترسید که مبادا یکی از اهل بیت و بستگان خود را امر به خروج کند. حضرت پس از مشاهده سپاه متوکل فرمود: می‌خواهی من هم سپاه خود را به تو نشان دهم؟ گفت: نشان دهید تا لشکر شما را ببینیم. دستهای خود را به درگاه بینیاز دراز کرد و دعا نمود. در این هنگام متوکل دید از شرق تا غرب تمام آسمان را فرشتگان فرا گرفتند و مانند ابر فضا را پوشانیدند. از ترس بر زمین افتاد و غش کرد. پس از آن که به هوش آمد حضرت فرمودند: ما در دنیا اظهار چیره دستی با شما نمی کنیم و مشغول به امر آخرت هستیم. نگرانی و ترس نداشته باش. از آنچه خیال کرده بودی مرا با تو در این جهان مزاحمتی نیست.